سلام بچه ها، بریم سراغ همین آنباکس بسته‌های کینگ 2026. همین یکی از پک رئال، یکی از فوکوس کن، یکی از پک بارسا یا رالیا. تو کامنت اعلام حضور کنن. الکلاسیکو بین این دو نفر. اول از رئال شروع می‌کنیم. اینجا مناظره میکنیم. یه دونه چیز داره، اسمش چی بود؟ اکشن فیگور داره، استند بروشورش. کارت اول رو ببینید. واو، یه دونه کارت اسم بازیکن چیه؟ سدورف هنچی میلان. خوبه، بد نیست کارتش. برچسب فرانکسی است. اسم نمیدونم، تو کامنت ها بگید. یه برچسب همین بازیکن، اسم این بازیکن ها من نمیدونم. یه برچسب، یه کارت والورده، کارت بیسیکشه و همین برچسب اکشن فیگورش. بریم سراغ باز کردن پک بارسا. مینی فیگور بروشورش کنیم بر. او پک بارسا چی در اومد؟ پویول. پک بارسا پویول در اومد. کارت بعدیش او کارت چیز ساکا. برچسب ماجیک توین اوزیل با اون بازیکن نمیدونم کیه. و وحید این بازیکن و اینو برچسب بشه. کدومو بهتر بود نمیدونم، شما تو کامنت بگید. فعلا خداحافظ.